خیر. بارون تون میاد، اجازه بدین براتون کم. متشکرم. آخر شب یه عجب هواییه. خواهش می‌کنم قربان. همین ترشه بگیریم. اتومبیل اون طرف. متشکرم. گل کاشتی، باری کنم. خجالت نمیکشی؟ بازم که این کریستالا رو خوردی تو؟ دوست دارم. دوست داری؟ آره. الان یه دوست داشتن این پشمت بادم بیجا کن. اراده چه فرمشیره میخوانو؟ این چرچراغا بیا بچه این چرچراغا نه هنوز انتخاب خیلی خوب از خانم مستمنده نکن انتخاب نکردم همه جورشو دارم این یکی چطوره با یک کلید روشن میشه ببینم صاحب اینجا مهدی پاشنه طلاست. خانم چاکرم علی آقا پاشنه بلنده. ببینم این آقا مهدی چه جور آدمیه که اینقدر اسم و رسم در کرده؟ آدمه پس چی؟ فرشته مگه نشنفتی که میگن اگه مرد آقا مهدیه اگه قول آقا مهدیه اگه هم چرچراغه فقط چرچراغ آقا مهدیه یکی که جواهر والا آقا مهدی نه بابا چرچراغ ممکنه هرچی ازش میدونین واسم بگین از چرچراغ؟ نه خیر از آقا مهدی. خانم شما اومدین چرچراغ بخره یا آقا مهدی بخره؟ راستی پاشنه های کفشش طلاست. از پاشنه طلا که میگم بیخواد علی ذوقی حلال زاده است ببخشید یه دقیقه وایسی من الان میام. چی کار میکردی علی ذوقی؟ ذوق زده شماییم آقا مهدی ببخشینا. سلام علیکم. داشتیم سر قیمت شما با خانم چونه میزدیم. سر قیمت ما؟ گویا این خانم اومده بود شما رو بخره. آی خانم ببشتن باز کتره یه چیزی پروندی؟ رفته کور شم اگه دروغ بگم مثل چیزی که ندیده نشناخته اومده بود شما رو بخره اما جنس که دید جا زد. باز ذوق کردی بی خودی؟ یعنی حالا دیگه ما جنسی شدیم که خریدار ببینه و جا بزنه؟ بله نسبت آقا مهدی. سلام آقا مهدی. علیکم. این چی کار کرده توبیخش کردی؟ باز کریستان چرچراغ وسطی رو میکیدن. دروغ میگم. به دور پدرت بیاد. من 10 میلیون سرمایه گذاشتم لوستر ساختم که تو به میکی؟ چیز قاطیه؟ شاکرم شیکم. سلام علیکم. علیکم. بیا. خدا بهت بده خدا دستتو تو این دنیا کوتاه نکنه. آقا مهدی چیه؟ از تو نمونم برای خدا. آقا مهدی بنار اونجا رو نگاه کن خانمی که عرض کردم خریدار شماست اونهاش با چه نگاه خریداری شما رو نگاه میکنن. حالا دیدی گفتم ما جنسی نیستیم که خریدار ببینه و جا بزنه. فرمانکرش سوار شو. تعقیب میکنن نکنه خیال داره ما رو بلند بکنی. جدی داره ما رو تعقیب میکنه. بس که این مردم فیلم های تلویزیونی آیرون سایدی دیگه عادت کردن دیگه چسبون به ما.
کن چون شما خیلی بالاش پول دارم آقا مهدی پول چل نمیشه. که میزون شد آدم کار دست این و اون ولی میده. اون کار دست خودش داره بود. تو مرگ دلم را ببین خوانندم شد. چه کنیم سلام. علیک سلام دختر دایی درس با بخونی. اجازتون. باری کلا درس بخون مثل این کور نشی. ما کوریم. کورم کورتر. بیا اینجا دختر دایی. ببین هما جون تو محل که راه میری یه روسری چادری چیزی بین رو سرت. دانشگاه به جای خودش محفوظ، معلم به جای خودش محفوظ، مردم هامون میکنن، صورت خوشی نداره، نکنه خدا نکرده دنبالت حرفی چیزی بزنن. فهمیدی؟ بله، چشم. باری کلا دختر دایی رو. آخه مردم حرف میزنن اون وقت دست تو بالا. باز ما اومدیم حرف بزنیم تو خودتو قاطی کردی. ما اومدیم آقا مهدی یه چیز بگیم شما سر ما داد زدید. نمیذاره آدم با دختر داییش تو کلام آره حرف ما بزنه. همشونه ناتنش نمیتونه حرف بزنه. آج خانم کجاست؟ تو اتاق داره نماز ما میخونه. رفتیم. تو کجا میری؟ پس شما برو. الله اکبر. ما همچی کوره کورم نیستیم که آقام هدی میگه. وقتی رفتیم کلاس اول اکابر یهو بابامون مرد. رفتیم کلاس دوم دیدیم ننمون مرد. فهمیدیم که کلاس سوم بریم نوبت خودمونه. اینه که ترک تحصیل کردیم و خیالمون تخت شد. شما چرا اینقدر قش میکنی؟ سلام حاج خانم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله اکبر الله اکبر الله اکبر. بابا این کفشا کفش معمولی نیست. 1500 تومن خرجش کردم. 16 هم اسکال طلای 84 عیار داره. قرص اینو قرصمندان ادا بفرم. الهی ما هم دعا کن خرمالو. اللهم صل علی محمد. خب ما هم دعا کن چطور میشه کم میاد. یا علی. زرفی امی جون این چایی الان میجوشه. آشتی گومد. سر به سرم نظر که جیگرم خونه. خدا نخواسته باشه. واس چی حاج خانم؟ آخه 2 ماه آزگاره که داداشت نه 4 تا خط نامه داده نه تلگراف زده. دلم مثل سیر و سرکه میجوشه که نکنه تو ولایت و غربت بلایی سرش بعد اومده به دل باشه. نیارین عمه جون لابد درسشون زیادی به نامه نوشتن درس نمیرسن. خوندن و شوخی که نیست گرفتاری. میخوان دکتر بشن. بله مگه بفرمایید. کشکه میخوان دکتر بشن. با قرون قد و بالاش برم الهی. ای خدا ای خدایی که فیضت عالمگیره میتی رو نکش تا با چشای خودش ببینه داشت محمودش دکتر شده. یه روپوش سفید پوشیده تا اینجا، یه گوشی درجه یکم گوشته تو گوشش، دم به ساعت حلق گوش بندگون خدا رو معالجه میکنه. آمین. سلام علیکم حاج خانم. انشالله مثل که خبرهای یه تشریف میارن. نه خیر. الحمدلله. مردشو ریخت تو ببره. 2 ماه ازش خبر ندارم چی رو نه الحمدلله. الحمدلله. میتی جون الهی قربونت برم. اگه میخوای شیرمو حلالت کنم همین امروز منو بر تلفن خونه تا صدای پسرم از پشت تلفن بشنفم خیالم راحت. تلفن خونه باز چی حاج خانم؟ شیر تو حلالم کن تو همین حالا خیالت راحت. حلالت تلفن باشه. بزن واسه آقا مهدی. ماچتوبه بابا بابا جون. مرس باز تو خودتو قاطی کردی. جهت راهنمایی بود نظر برای توش نی آقا حاج خانم مهدی. بگی بیشین فدات بشم. الهی بیشین تا قربونت واسط برم. میگیرم. نمره رمزمون چیه؟ 472. الو خانم مشکنوری سلام علیکم. من هستم مهدی پاشنه طلا قربونتم. خواهش میکنم نمره رمزمون 472 کنسرسیوم چلچرا. آره میخوام با داش دکترم صحبت کنم. قربونتم این پاریسو از طریق دکل قضایی از میگیره. طریق ماچروی آقا مهدی ماچروی خب بابا. به گور پدرت بیاد. با یارو یه ساعته دارم انگلیسی حرف میزنم. الو خانم مشکنوری یادداشت کن داداش. ال اچ کیو بابا. یعنی کامل پایپن خودمون دیگه. 36 ممیز 92 ممیز 94 نزدیک مونپارناسه. بگو بابا اتاقشم وصل کنه اتاقش هم آقا دیگه مهدی. زود وز کن به داشت. قربونتم بای بای. اگه شما این 4 کلمه انگلیسی رو نمیدونستی ما چقدر زگ یکی باشه نگیره. حتی چیزایی نشنید. الو دارم میکنه بفرمی. بانک صادرات چیه چرا عوضی میگیرین آقا؟ مردم آزار لعنت. الو میگه کلینیکه. الو میگه گوشی دسته. خدا رو شکر. الو چی شو؟ هستم کلینیک. مادمازل فرانسوی صحبت میکنه حالی که نمیشه. چقدر فرانسه بلدی. الو الو محمود جون خودتی؟ قربون شکل دارم خودش دکتر نیاز الو اومده تو. حالا خوبه محمود جون؟ نه مثل این که میزونی رنگ و روت هم جا اومده نکنه زیبایی کار میکنی پسر. مگه تو اونو میبینی آقا مهدی؟ قلبش با قلبم یکیه. علی ذوقیه داره چرت و پرت میگه. خب خوبی دکتر تو چرا نامه پامه نمی‌نویسی واسه ما؟ همه اینجا منتظرتم پسر. چرا شماره تلفن توسط دورت بکردم؟ چی؟ این شماره تلفن بیمارستانه. من الان 1 ماه و نیمه که تو بیمارستان بستری هم داداش. حالم زیاد خوب نیست.
گفتی تو بیمارستان چیکار میکنی؟ با اتومبیل تصادف کردم، الانم بستریم. من میمیرم؟ حالم بده. مادر مگه چی شده؟ هیچی. پس ببین تو بیمارستانی؟ با هم کلاسیاش بردنشون بیمارستان معاینه کردن و یادشون بدن. آره. فقط دکترها میترسن پاهام فلج بشه. یا سید الکریم. آخه چی شده به منم بگو. هیچی مادر، رفیق داشون تصادف کرده بردنش بیمارستان. خب میگفتی؟ هفته پیش پام عمل کردن ولی نتیجه نگرفتن. قراری که دوباره عمل کنن، شاید یه نتیجه ای بده. امیدوارم به حق مولا که این دفعه نتیجه بگیرند. راستی داداش، میدونین نمیدونم چطوری بهتون بگم، خجالت میکشم ولی خرج بیمارستان یه خورده زیاد شده و میدونید که منم همچین. الان واسه تلگرافی میفرستم. علی یه پر 100,000 تومان بذار بانک حواله کن واسه داش محمود دکترم. برو ببینم. برو معاینه سال. همین الان واسه فرستادم. خیلی متشکرم داداش، خیلی ممنون. پاتو میگم پات. پاش چی شده؟ پاشو میگم. پات رفیق انگلیسیشه، مستر پات. به مادرت گفتم مستر پات کیه؟ مستر پاتو میگم دیگه. آره حالا بیبی بیا باهاش خانم صحبت کن، اختلاط کن که بفهمه تو حالت خوبه. آره من گوشی میدم دستش. بیا. الو سلام مادر جان. الو سلام مادر. صداتون نمیاد. سلام به روی ماهت قربون مادر شما. جون. قربونت برم الهی. شما خوبی؟ خوبی مادر؟ حالت خوبه؟ الحمدلله. راحتی؟ آره راحتم. شما چطورین؟ خوبین؟ ببین بله. تو ولایت قربت رختاتو کی میشوره مادر؟ اینجا ماشین رختشوری است مادر، خیالت راحت باشه. خب خدا الهی عمرش بده. ای بزرگوار، ما تو رو داشته باشیم اون وقت یه دونه داشتمون، نور چشمون اول جوونی از جفت با فلج بشه. حالا که میخواد دکتر بشه و قدم خیلی در راه بندگون خدا ورداره. ای آقا، روزی که بشتفم خطر جسته یه جفت چلچراغ میارم اینجا پیشکشت میکنم. ای بزرگوار، تو رو به دو طفلان مسلم قسمت میدم که به این طفلای معصوم من رحم کن. ای بزرگوار، من و بچه هم از همه جا ناامید شدیم، از همه جا رونده شدیم، به تو پناه آوردیم. میبخشی آبجی، چی شده؟ چیزی نیست. میشه بپرسم پدر این بچه ها کجاست؟ شوفر تاکسی بود، یکی رو زیر کرد مرد بردن سن. ببینم تو اون دولت رو پس داده. آره همون شاکی خصوصیش رضایت نمیده. کی هست؟ دختر همون مردی که زیر ماشینش رفت. پول میخواد؟ نمیدونم والا، به ما که رو نشون نمیده. چند بار رفتیم ببینیمش، رامون ندادن. عوضش دست به دومن خوب کسی شدی آبجی. به امید خدا و به کمک حضرت، اگه بشه با زبون خوش، اگه نشد با ضرب پول، اگه پولم کاری نباشه با یه فرمی واسط رضایت میگیرم. خوشیم بریم بچه ها، خوشیم بریم. بچه ها تو ورده بریم آبجی، خدا کریمه. خدا بریم من شما رو برسونم. نه آقا جون، منزل ما نزدیک زیر بازار چست، تا اونجا 4 قدمه. دختره رو کجا میتونم پیداش کنم؟ والا خونه‌شو که بلد نیستیم، اما میدونیم که شبا تو کافه باباش کار میکنه. کدوم کافه؟ کافه زنجیر طلایی. آمدی چه؟ واسمون یارو داره سراغ ما رو چوب میزنه. بزنه، ما که چوب خورمون ملسه. برو دیگه. بباشید خانم فرمونده تشریف داشته باشین، بعد از برنامه میاد خدمتتون. بعد از برنامه؟ بله قربان. باش. نفهمیدم، مگه ساقاپا برنامه اجرا میکنه؟ میشه تو فضولی نکنی؟ خب هر کی واسه خودش برنامه‌ای داره دیگه. بازم زدی تو زاقم آقا مهدی؟ بسه دیگه. برو شب کن داشت کوچیکم زده. اما اگه یه دفعه دیگه تو کافه داشت شما بدمستی کنی یا حسابتو ندی، خودم میزنم که دیگه جای سالم تو بدنت نمونه. یالا بندازینش بیرون زود باش. بریم. شجاع خوش کرده. بگونم چی کارش کردی؟ این دختمش بیرون سگا بخورنش اخوی. بله مرسی. آقا مهدی؟ دل به صدای
طلایی آی دلم به هر صدایی به هر صدای پایی میلرزه میگه اومد یاری پشت طلایی بفرمایید خواهش میکنم. خیلی متشکرم. خوش اومدی. شما هم خوش اومدین. آبجو، ویسکی، شامپاین، علی اوها. نه متشکرم. خب خانم جیمز باند هی بارا تعقیب کردی ها. والا میدونین من آره میدونم از وقتی باباتون مرحوم شده یه گرفتاریایی پیدا کردیم. شما میدونین؟ ای همچی بفهمی نفهمی. ما باید بفهمیم اونا چی میگن. صبر داشته باش برادر، بالاخره معلوم میشه. خب پس ما تا حدودی منظور شما رو فهمیدیم. اما شما میدونین ما واسه چی اومدیم اینجا؟ نه والا من که عقلم به جایی نمیرسه. خب فرق شما و ما اینه که ما فهمیدیم شما چی گفتیم ولی شما نفهمیدیم مگه نه؟ گفتم باید بفهمیم اونا چی میگن. میگم بهتره که من فلتو قوطی بچینم کنارشونی. آره بعد نگفتی باش برو. ما اومدیم واسه اون راننده بدبختی که مرحوم آقاتون رو زیر گرفته رضایت نامه بگیریم. با شما نسبتی داریم؟ والا نسبت که نه ولی خب پس حرفای زیادی داریم که به هم بزنیم ولی اینجا نمیشه. آخه چرا؟ میتونیم بریم تو راه صحبت کنیم. یه آدمی بیسم چند بارم اومد خواستگاری من اما نه من رضایت دادم نه بابا. باز چی؟ من که از ریختش بیزارم. بابا من میگفت آدم قابل اعتمادی نیست. حالا حرف حسابش چیه؟ هیچی، حالا یه سند رو کرده و میگه نصف کافه متعلق به منی. ده سندش معتبره. والا به عقیده من که نه، واسه اینکه بابام چون سواد نداشت بدون مشورت من آبم نمیخورد. مثل من کور بوده. راجع به اینم چیزی به من نگفته بود. ببخشینا درسته که ما داخل عالم نیستیم جز فرشتاییم اما فضول که هستم. واسه چی نرفتین آرز بشید؟ شکایت کردم اما حرفم به جایی نرسید. برای اینکه هم مهر بابام پای سند بود و هم اثر انگشتش. پس به سلامتی تو دادگاه محکوم شدی. ببند در گالاتو. آره خلاصه چند وقت بعدم که رفتم از بابت سدونگ باقی مونده پول بگیرم بازم عطاخان نم پس نداد. دیگه واس چی؟ گفت بابات مبالغ هنگفتی بدهکار بوده، شب به شب هرچی در میاد میدم دست طلبکارا، اگه پول میخوای بیا شبا کار کن. عجب نومردی بوده. معلومه از اون حرومزاده هاست که پسون مادرش گاز گرفته. تو هم رفتی کار کردی. آخه اگه نمیرفتم کار کنم که مجبور میشدیم ماشین و خونه و همه چیزمونو بفروشیم و جور شکممونو بکشیم مادر. کار به اونجا میکشه. اگه عطا مزدمو بده که قصه ای ندارم. نفهمیدم دیگه واسه چی موزت بد نمیده؟ آخه از من که همه چیزو بهتون گفتم. خدا ذلیلش کنه ایشالله. وقتی دید زیر بار نمیرم مزدمو قطع کرد و گفت طلبکارای بابات واجب ترن. مکه این نالوتی برم آقا کچه. بسی اجازه بده یه جا کشته نرماده باش بزنم باشه به بیا. وقتش. شما خیالت راحت باشه شیرین خانم. آها تمام حق و حقوق تو از حلقومش میکشم بیرون. چیزی که هست واسه اینکه خدام کارتو راست بیاره بیا و یه رضایت نامه بده تا اون راننده تاکسی هم برگرده بالا سر زن بچه‌اش. سلام علیکم. بفرما اینم شوهره. سلام زهرا جون. آزاد شدی اکبر آقا؟ حضرت آزادش کرد. بفرمایید خدا سایتون از سر ما کم نکنه. بفرمایید خدا رو شد که برگشتی اکبر آقا. خدا عزیزتون واسهتون نگه داره آقا مسی. روی لاشوش سلام قربونو هیچ کنه برم ببینم بیا عباسو
تو نوکرتونم برم ازت چایی درست کنم. همیشه براتون میمونم همیشه. خدا رو شکر که نبودیم بازم این بچه رو دیدیم. بیا رضامون خدا خیلی شکر خیلی شکر. خب ما دیگه یواش یواش داریم میریم. اگه کار چیزی داشتین خبر بده. خیلی بچه چایی درست کرده بودم. اونجام که هست مال شما. خوش باشین قدر زندگیتون خیلی خوش. احمد زیاد بچه خدا انشالله بهتون عوض. خیلی چاکرتی. برید بخون ببینم چی نوشته. برای آقا مهدی نوشته. نوشته داداش عزیزم، داداش بزرگوارم، سلام. نمیدونم چطور از محبت‌های شما تشکر کنم. پولی را که فرستاده بودید رسید. چند برابر مبلغی بود که من احتیاج داشتم. واقعا که اگر جانم را هم فدای شما کنم نمیتوانم محبت‌های شما را جبران کنم. دست مادر عزیزم را میبوسم. به ایشان بگویید نگران نباشد، حال من بسیار خوب است. و عمل دوم هم روی پای عمل موفقیت. عمل چیست؟ بخون ببینم جریان چیه؟ سر بچم چی اومده؟ بخون. و عمل دوم هم روی پایم موفقیت آی خاک بر سرم شد. بخون بقیه‌شو بخون ببینم چی نوشته. و به همه شما مژده میدهم که خبر فلج شدن گذشته است. خدایا 100 کرور شکر. نوکرتم بزرگوار. الهی قربونت برم نیکی جون. چه بلایی سر داداشت اومده؟ حالا که قضیه تموم شده تو که خبر نداشتی. زبونم لال دکتران گفته بودن ممکنه فلج بشه. فلج که میدونی چیه؟ آخه تصادف کرده بود. پس چرا چیزی به من نگفت؟ برو بابا تو میخواستی بگم که پس بیفتی. فایدهش چی بود؟ مثل سنگ صبور تمام غم و غصه ها رو تو این دل صاحب مرده تلمبار کردم. این چند وقت جیگرم خون بودم و به رو خودم نمی آوردم. واه مهدی پاشنه طلا وادارش کرد رضایت بده نه شما. مهدی پاشنه طلا کیه؟ این مزخرفات کدومه؟ با این محملات عراجیف وقت منو نگیر. 1000 تا کار دارم. خیلی خوب باشه 30,000 تومان اسکناس نونوار بشمار بده تا وقتتون نگیرم. مگه قول ندی که وقتی صاحب کافر کشتم تو 30,000 تومان بهم بدی؟ چرا؟ ولی حالا پول ندارم. 2-3 هفته دیگه تلفن بزن تا یه فکری برات بکنم. کور خوندی. اگه همین امروز پولمو دادی که دادی، اگه ندادی یه راست میرم پیش دختره بهش میگم به دستور تو باباش زیر کردم. اون وقته که باید اشهد تو بگی. شیرین خانم شما فقط عطا خانم به من نشون بده. خودت واسه کنار دیگه هم کاری نداشته به باش. شرط اینکه خیلی مواظب باشی. واسه چیه؟ آخه عطاخان و اطرافیانش رحم و انصاف سرشون نمیشه. اگه چی باشن ما خودمون 100 تا عطاخان حریفیم. آخ خدا یه خورده پول ما رو کم کن، یه خورده عاقبت عطاخان رو بخیر کن. باش بیا دیگه تو هم. بلم هر چی بیاره میگم عیبی نداره. تو مگه احمق باشی که این کارو بکنی؟ پرونده تو پرونده قتل غیر عمده. حالا اگه میخوای اعتراف کنی که مرتکب قتل عمد شدی من جلوتو نمیگیرم، ولی اینو بدون که مجازات قتل عمد یا اعدامه یا حبس ابد. ولی تو خودت هم شریک جرمی مگه نه؟ من شریک جرم هستم ولی قاتل که نیستم. قاتل تو هستی، تویی که مرتکب قتل شدی. کیه؟ منم. ما هست خوب شد به موقع اومدی شیرین. این آقا همون راننده‌ایه که باباتو زیر گرفته. اومده از این که رضایت بدی تشکر کنه. بله خانم منو شرمنده کردین، از لطفتون ممنونم. خواهش میکنم. خب دیگه من مزاحم نمیشم با عزت شما. خب بگو ببینم چطور شد که این وقت روز اومدی کافه شیرین جان؟ آزگر باشی دست رو کش کنم اینا. شما؟ علی آقا پاشنه برونز نوچه آقا مهدی پاشنه. آقا مهدی پاشنه طلا کیه؟ چطور نمیشناسی؟ تو دنیای به این گلگو شده یه دونه آقا مهدی داریم که ما نوچشیم تو هم نوچرشی. حرف دهنتو بفهم پسر. علی آقا تو فقط پیغام آقا مهدی رو برسون. باشه حالا که شما میفرمایید چشم. آقا مهدی فرمودن از حالا تا یه هفته فرصت داری که چند تا صورت سیاه تهیه کنی. اجازه. یک، اگه بابای شیرین خانم بدهکار بوده صورت قرضاشو با اسم طلبکار و نوع مدرکش به ما بده. 2، 10 ماه آزگاره که اون خدا بیامرز شده. یه صورت حساب بلند بالا واسه ما بنویس که بفهمیم تو این 10 ماه کافه چقدر خرج دخت داشته. 3، همین امشب حساب شخصی شیرین خانم رو از بابت مزدش تصفیه کن و از امشب به بعدم شب به شب مزدش رو بهش بده. نه 4، فعلا
همون ستا رو انجام بده، چهارمی پیشکشه. تموم شد؟ آره جوابشو بده ببرم که آقا مهدی منتظر الجواب. نفهمیدم. حالا دیگه تو کارت به جایی رسیده که به امثال مهدی پاشنه طلا متوسل میشی و منو به این بی سر پا میفروشی؟ نفهمیدم به چی گفتی بی سر پا؟ تو انگار تنت میخوره. اگه که باشی طول سگ به زبون خوش تا زار و زندگی تو با هم نزنم جواب آقا مهدی رو بده واسش ببرم. پس تو منتظر جوابی؟ آره. اینم جواب. آقا مهدی کمکم اربابتون کجاست؟ فرمایشی بود. بیمن دکومن کوچیک اخوینشه. کوچیک اخوینشه. چیکار داری؟ جواب پیغام ما اینه. زبون درازی کرد مجبور شدم ادبش کنم. حقته. بچه بی ادب باید ادبش کرد. یادت چه پیغامی واسه فرستاده بودم؟ از فردا علی رو میفرستم اینجا دفتر دستکای کافر تحویلش بده تا صورت سواره که خواستیم واسه ما حاضر کنه. شیفم شد؟ هرچی شما بفرمایید. شما تاج سر مایی. آره قربون تو ننه. حاج خانم جون تو. بله ما سعی که باشیم بتونیم یه مسخالشو کارسازی کنیم. اونی که اون بالاست باز کارا رو برا بکنه. آقایی خاطرته که 10-12 روز پیش ما رو بردی رسوندی دانشگاه که کنکور بده؟ خب آره. امروز رفته جواب قبولیشو گرفته. نه بابا. بگو واسه چی قبول شده؟ تو بگو واسه چی؟ واسه دکتری. بعد از داشت دکترمون چشمون به جمال دختر دایی دکترمون روشن. کم کم داریم خونوادگی حکیم الحکما میشیم. باید به ثبت برسونیمش. بابا قبول شد. وا اون کیه؟ چیزی نبود این علی ذوقی بود ذوق کرد. خب وقتی اومدی خونه یه چیزی واسه چش روشنی بگی بیا که تشویق بشه مادر. قباله؟ آره ننه باغ بالای فرزاد و به اسم دخترداری کردیم که عوض سرجایزیه ببره خونه شوهر یا وقتی دکتر شد بفروشه واس خودش مطب واکنه هر جوری که خودش دلش میخواد. خوب کاری کردی. مبارکت بشه عمه. ببین کیه هما جون؟ چشم. منتظر کسی هستی ننه؟ نه مادر. و کیه؟ نمیدونم والا. نکنه خواستگار ماسکار واسط اومده و ما بیخبریم سر زرد ببرنه. عمه جون چشم شما روشن که جراف محمود آقا آمده. نه بابا بفرمایید. قربون جرافش برم من. نوشته برای استفاده از تعطیلات میام ایران. خب کی میام؟ ژانویه اول ژانویه. به فارسی چی میشه؟ 10 دی میاد. خدایا 10 دی که من میپوسم ببینم. دلم آب شد یه طاقت نداره. بالاخره یه چیزی میاره که هر دومون سوار شد. بیاره معلوم به سر. انگار گشت زمونتا داره برف بزاره. آره انگار خودشه. آره خودشه داشت دکترمه. خودشه که چراغی میزنه قرشه برم دور خودتو ماشینت بگردم.
نباشی بریم نوکرت مثل دلم آب شد چقدر طولش بدی قربونت برم داداش. خدا رو شکر مثل دکترها قربونت بره علی توقیف یه دوا بده واسه خارش پا بل کن محمود تو رو خدا کسی از تو توقع صحباتی نداره خودتو تو زحمت انداختی چیه اینا؟ چیه؟ هیچی نه چیه اینا ببینمش ببینم چیه چیزی نیست تو نمیری من باید چیزی ببینم چی کورست و شکم بنده شیکم دست بند؟ درد نکنه نه تو شیکم بند میخوای چیکار؟ واسه سر قبر بابات میخوام خوب عشق نوشدارو یا بعد از مرگ سهراب آمدی حاج خانم خیلی دیر چنبیدی تو نمیری یه هدیه ناقابلم برای شما قربونه هیکلت برم اینگه عجب چه چیزی قشنگ چیه والا من راضی به زحمتتون نبودم لطف کردی داشت من عکس‌ها رو ببین این ببین. عکسو وقتی محمود 3 ساله بود انداختی تو هشتی خونم یادته ببین بچه بودیم همش چه غزه بودیم اما حالا ماشاءالله هر کدوم واسه خودمون یلی شدیم جفت حلال زاده ایم به مرحوم پهلوان کلچبون رفتیم دورت بگردم ممنونتم جون تو دلم واسه این غزه شده بود اینم واسه هما اینا چیه؟ چه اینا که خوش کهنه است رنگه. داشا نه بابا کهنه نیست مده پس محمود جون تو نرفته دانشگاه ببر بهش بده کنه خوشحال موده. میشه ماما ایوا خدا مرگم بده معذرت میخوام برات صحبتی آوردم مرسی محمود آقا همینقدر که به فکر من بودیم باعث خوشحالی منه بیا بگیر تو امروز دانشکده میری بله داشتم لباس میپوشیدم که برم منم میخوام برم دانشگاه چند تا از دوستامو ببینم بیا من برسونمت مرسی وای میدونی چیه آدم وقتی از بچگی با یکی بزرگ میشه باورش نمیشه که طرف دیگه برای خودش خانومی شده بزرگ شده واه حالا دیگه من واسه خودم خانومی شدم مسلمه مرسی میدونی دلم میخواست داداشم آقا نمیکردم تو رو هم بفرسته بیای فرانسه درس بخونی ایوا دیگه چی یعنی همه جونو تنها بذارم تو هنوز هم مثل بچگیات خیلی با عاطفه‌ای با پسرای دانشکده چطوری وای خاک بر سرم اینطوری حرف نزن پسرمه به نظرم تو اونجا خیلی سرت شلوغه ها نه بابا این خبرام نیست من باید با دخترای هموطنم عروسی کنم یعنی با همشون ای برجنس میدونم چته نه بابا فقط با یکیشون تو همونی که دل من دیده
علکی کجا بودی؟ شعار بالا سر کاری کرده نبودیم تو هم ولشون کردی؟ اینم آدم جای خودت گذاشتی و رفتی؟ خاک تو سرت کنم یه دسته دارم ازش بازجویی میکنم هیچی نمیگه حرف نمیتونه بزنه این نمیتونه بزنه یه تاپ و کفتر روش کنم زبانش باشه وا کن در گارشو بینم باریکلا ایرادش این بود آقا مهدی توف به گور پدرت بیاد پسر من چیز قطعیه که کریستال میمیکی دوست دارم آقا مهدی برو پسر دوست دارم آقا مهدی عوضش کار ما پیش رفته پرونده کافه تکمیل شد اینم صورت حساباییه که لازم داشتین میخوای یه نگاهی ولکن با تو وقتی آقا مهدی مادرش شیره خانومه آقا مهدی دستم به دومنت به فریاد ما برس عطا حکم تامین اموال گرفته اومده خونه داره اساسیه‌مون توقیف میکنه وای خدا توقیف میکنه اصغر شیطون پیاده شوشی نه آقا مهدی پاشنه طلا میتونه به تو کمک کنه نه کس دیگه فقط یه را پیش پاته اونم اینه که با خودم کنار بیای پس بذار منم حرف آخر خودم رو به تو بزنم عطا تو ممکنه تمام اموال منو ضبط کنی و بقیه کافرم از چنگم در بیاری ممکنه بتونی منو زندونی کنی یا حتی منو بکشی اما این آرزو رو به گور میبری که تسلیم تو بشم خوب شنافتی و حالا روتو کم کن جنازه نجس تو از اینجا ببر نذار خون سگ به گردنم بیفته نال بس پولمو بدین تا برم دنبال کارم چه پولی؟ اومده ادعا میکنه که 200,000 تومان طلبکاره ادعا نمیکنم 200,000 تومان سفته واخواستی دارم با مهر انگشت باباش بابت چی طلبکاری؟ پول دستی دارم حالا گیریم این ابن ملجم راست میگه علی ذوقی زغزنه شما یه مستان صورت حساب کافر رو کن زودتر رو آقا مهدی جون شما روه ذوقو بذار کنار خرج و دخل رو کن شیرین خانم بابت این 10 ماه چقدر طلبکاره 300,000 اندی بدهکاره 300,000 اندی طلبشو بده طلبتو بیگیر عوضی شنفتی بدهکاره نه طلبکار ببینم تو که شبی 2,000 تومان ضرر میدی بیا سدانکت بفروش به ما فروختم 4 میلیون اصلا نمیدونه 4 میلیون چند تا صفر داره اون وقت میگه 4 میلیون 2 تا صفر داره اینا چرا 4 میلیون؟ واسه اینکه ما 4 نفریم اگه 10 نفر بودیم 10 میلیون میفروختی ببین ابن ملجم حالا یه معامله دیگه میکنیم تو بیا سهم شیرینو بخر 2 میلیون اصابش بگو 3 میلیون باز چی؟ آخه ما 3 نفریم باز تو کار بزرگترها دخالت کردی فوزون ببخشید جسارت کردیم اصلا من چرا با شماها جر و بحث میکنم مگه ما اومدیم اینجا خرید و فروش کنیم بابا آقایون صورت برداری تموم شد؟ داره تموم میشه ببخشید آقایون زحمت نکشین ما نمیذاریم یه قلم جنس از اینجا بیرون با گردن کلفتی؟ پسر حرف دهنتو بفهم من گردن کلفتی تو فکر کراواته با دلیل محکم پسند آقایون ما شکایت داریم این سفته قلابیه بعد اول 200,000 تومان بسپرید به صندوق دادگستری بعد شکایت بکنید ببین نداره از اول پول میخواستیم میگفتین اوقات من تلخ کردین علی ذوقی دستچه که من پول واسه خرج کردن دیگه بهتر که برای شیری خانم خرج بشه با این لج و لجبازی بیفته مرگ همتون هیکلشو پر از اسکناس میکنم چی خیال کردی ولش کن آقا مهدی خودش گلاس خیال میکنه این پولا واسه شما پوله امضا رو آقا مهدی خارج از محدوده امضا کردی محدوده و خارج از محدودش خریدار داره حالا باز مور بزنم وارده نقدش کن با آقایون فوراً برو بذار صندوق دادسر بانک مال خود آقا مهدیه ندی تقدیمش کنه آقای محترم بفرمایید خوش اومدین به سلامت بیا آقای مال مردم کورتن بیا به سلامت خداحافظ حالا اینقدر دنبال این پول بودو تا پیشونیت بخوره به سنگ لحد ببینم یارو برو دعا کن نفهمم چه کلکی تو کارته والا پوست از سرت میکنم برو گم شو خودش سایتون از سر ما کم نکنه آمین هرچی فکر میکنم میبینم یه پای کار میلنگه تو که میگی بابات کافر نفروخته بده کارم نبوده عطام که دم به ساعت مدرک رو میکنه شوفر تاکسی هم که بنده خدا دست به تشکرش خوبه خدا یعنی چه کلکی تو این کاره حالیمه میفهمم خب راستی اکبر آقا تو تصدیق رانندگی داری؟ بله پس چرا شبی که اون خدا بیامرز زیر گرفتی گذاشتی در رفتی؟ اگه میبردیش بیمارستان که جرمت کمتر میشه نمیدونم چرا دست باچه شده بودم مثل همین حالا که دست باچه شدی خب دیگه دست خدا آدم نیست پاری وقتا آدم هول میشه عطا خان آقا مهدی به من و شما شک از کجا؟ اومده بود خونه ما که پرسجو کنه من میتونستم همه چی رو بهش بگم خب بازم نگفتم خب
مثلا اگه میگفتی چی میشد؟ 100 دفعه گفتم این تویی که آدم کشتی نه من. عطا خان پول منو بده، بذار جلو پلاسمو جمع کنم این شهر برم. اینجوری هم خیال شما راحت‌تر میشه هم خیال من. خیال من که کاملا راحته. یه فکری واسه راحتی خودت بکن. خیلی خب باشه، به هم میرسیم. برو هر غلطی که میخوای بکنی بکن. آقا مهدی با شما کار داره. خیلی خب وایستم ببینم چی کارم دارم. اونها اشغال شما میخواد بعد انعام بهت تا نمیده. سلام علیکم. چه گفتی با عطا کاری نداری؟ چی شد آقا مهدی؟ با چی شد آقا مهدی؟ فرما الان ازش اقرار میگیره. بفرمایید آقا دعوای خانوادگی خواهش کنم بفرمایید بزنی باید بیاد بفرمایید. کار داری؟ یالا حرف بزن. آقای نه الله پاش بفرمایید. آقای نه الله پاش بفرمایید. به چه مربوطه؟ برو کم پار رو. بگو. یالا حرف بزن گربه کوره. من از اون پول طلب کنم آقا مهدی. بابت چی؟ گفتم بابت چی؟ حق و سکوت. حق و سکوت؟ حق و سکوت واسه چی؟ اون شب بعد از تصادف من نرفتم، فقط از ترس رفتم تو خیابون بالایی تاکسیمو نگه داشتم. پای پیاده برگشتم دیدم چی شده. دیدم حتی چند تا سند از جیبش در آورد، اومد بالای سر جنازه سندا رو دونه به دونه مهر کرد. انگشت مردنم زد پای سندا. ای وای دیدی گفتم سندا قلابیه. توف بنو بیاد مرد خوره بیا همه چی. ای دل قافه. اینجا بینم تا حالا چقدر تیغش زدی؟ هیچی آقا مهدی، نه هم پس نمیده. چون راستشو بهم گفتی بیا این پولا رو بگیر. آقا مهدی بهش مایه پایه نده. برو با سلام. اخلاقتو خوب کن پار رو. عطا خاطرته که بهت گفتم دعا کن نفهمم چه کلکی تو کارته. خب دعات مستجاب نشد عطا. موضوع چیه؟ موضوع انگشت مرده است. کلید گاف صندوق رد کن. من نمیفهمم شما چی میگید؟ نمیفهمه. برگردونش نفت زمان اگه میره. داخل تربازش تموم شده. دکتر نوچش کن آقا مهدی. بازم میره. دکتر نوچش کن. اینم بردن بده من کلیدو. اصلا نباشی آقا مهدی. علی زوغی زوغ زده شمایی آقا مهدی. برو در گاف صندوق وا کن. یه مش سفته سفید بردار بیار. سندای بابا شیرین و سفته هاشم بیار. بطری میکشه. چه غلطی خوردن که تا بخوری. الو توی مهدی جون چرا نمیای؟ ننه از ظهرم گذشته؟ نار چی پختی؟ فسنجون. اخ جون دهنم آب افتاد. چیزه روسیام حاج خانوم جون مهدیت خیلی دلم میخواست فسنجونتو بخورم اما چه کنم که یه دست بلم بنده. نه گرفتارم تو نمیری. جون چی؟ شلوغ پلوغه؟ نه اینجا ترافیکش سنگینه. قربونه هیکله فسنجون پختی؟ آره. خب یا حق قربونه تو. الو حاج خانوم سلام. سلام به روی ماهت. مادر جون کجایی؟ خواستم بگم که من امروز نهار خونه یکی از رفقام مهمونم. منتظرم نباشین، نمیام خونه. از اون فسنجونا پختم که تو ینگ دنیا نیستا. خیلی خوب باشه مادر، پس من صبر میکنم با هما بخورم. داداشتم که گفته نمیاد. به سلامت. یکی نیست بگه زنی که بیکاری با اون همه دردسر فسنجون میپذیری. بله عمه جون سلام. تو هم نهار نمیای؟ نه عمه جون از کجا فهمیدی؟ آخه من تازگی علم غیب پیدا کردم عمه. من تو سلف سرویس دانشگاه غذا میخورم. بخور و بخون عمه، عیبی نداره. خداحافظ. بسه یا بازم بریزم؟ بسه. مرسی. ببینم همام،
اگه برات خواستگار پیدا بشه تو ازدواج میکنی یا نه؟ والا چی بگم؟ دلت میخواد شوهرت چیکاره باشه؟ جواب نمیدی؟ دکتر. خوبه، منم موافقم. شغل حساسیه. این کار ما از هر لحاظ با هم توافق داریم. خب حالا من میپرسم تو چه جور زنی رو دوست داری؟ من میخوام که چه جوری باشه؟ درست مثل تو، نه چاق و نه لاغر. اندامش هم مثل اندام تو باشه. لابد باید چشم ابرو مشکی و گندمی هم باشه. آره خوب فهمیدی. مرسی. در ضمن دلم میخواد وقتی میخندیم مثل تو روی لپاش شال بیفته. خب دیگه چی؟ دیگه که گارسون زودتر نهار بیاره بخوریم و بریم که یه کار خیلی خیلی واجب با حاج خانم دارم. ها؟ گرفتم واسه همون ممکنه بگذره. بشین مادر بشین. بشین یه دقیقه جدی صحبت کنیم. خب بگو ببینم. روک بگم؟ مادر جون عجله دارم میخوام برم همون. بگو دیرم میشه. من میخوام زن بگیرم. چی؟ خوبه پاشو قباحت داره. تو هنوز دهنت بو شیر میده. عجب دور و زمونه شده راستی. بچه های دیروزی زن بگیرم میخوام نگیری. صبر کن خانم صبر کن. دست بردار بچه جون. تو نه درست تموم شده نه از خودت آیدی داری نه استغفرالله. از اون گذشته تو رود میشه تا برادر بزرگت زن نگرفته این حرفو بزنی؟ مگه چه عیبی داره؟ عیبش اینه که باید صبر کنی تا مهدی زن بگیره. تموم شد و رفت. مادر من نمیتونم صبر کنم. نمیتونم. خوبه که خودت دکتری. موز نخور، عسل نخور، حلوا شکری و اینجور چیزا نخور تا بتونی صبر کنی. پس رژیمو واسه چی گذاشتن؟ بگو تو همش با من رو درواسی داری. پول میخوای؟ نه بابا پول که نمیخوام. پس چیه فدای قد بالات بشم. هر چی دلت میخواد بگو. راستش من میخوام ازدواج کنم. به ازدواج چه خوش گفت فردوسی نیکزاد. برای این مشت گرجان فشانم رواز مبارک ایشالا. بیا علی زوغی زهر ما بینجا. وقتی صدات میکنم مثل شفتیر خودتو میرسونه به من. میپری میره خونه هرچی خانم دستور میدن انجام میده و برمیگردی. برو اینم چیکار میکنی؟ نه صبر معذرت میخوام. میرسیم داداش. یعنی چه؟ حرف خصوصی میخوام با داشون بزنیم باز تو خودتو قاطی کردی؟ ببخشید آقا مهدی. داداش حاج خانم مخالفه. واسه چی؟ میگه تا شما زن نگرفتین من نباید ازدواج کنم. این حرفا چیه؟ ما که حالا وقت زن گرفتنمون نیسته. عجب فیلمیه این ننه ما. فکرش نکن. قلق حاج خانم دست منه. الان خودم میرم هر طور شده رازش میکنم و میام. ببینم اگه خوشت میاد مأمور سلوا سایش بگیری. فقط میخواستم از جناب علی اجازه بگیرم. سلام علیکم آقا مهدی. و علیکم. حاج خانم ما تو کدوم نمره 11 همین دست چپه. همیشه میاد نمره 11. تو این نمره 11 بایم کرده الله اعلم. کیه؟ حاج خانم. ایوا مهدی تویی؟ اینجا چی کار میکنی؟ والا رفتم خونه هما گفت اومدی همون. چی کار داری با یه عجله؟ لابد کار واجبی حاج خانم دیگه. دستم تو هناس. برو الان میام. دنن دست مام تو هناس. شسته و نشسته بلند شو بیبرین. بر اون ذاتت لعنت. همه کارش عجله است. عجله. خلایق از خدا میخوام پسری داشته باشن مثل داش دکترمون که نه اهل هیچ فرقه‌ای باشه نه مثل بعضی جوانای امروزی تو خط الواتی کار کنه. اون وقت تو که داری قدرشو نمیدونی تو ذوقش هم میزنی. ببینم محمود اومد دست به دومن تو شد. آره. اون هنوز وقت زن گرفتنش نیست. چرا نیستنه؟ عوض مخالفت دستی بالا کن و سر سامونش بده. آخه ننه اون هنوز هیچ درآمدی نداره. نداشته باشه ما که داریم. خب الحمدلله. اون نداره ما که داریم. زیادی هم داریم خدا رو شکر. خدا رو 100,000 مرتبه شکر. خرج کی بکنیم از داش دکترمون که الهی فداش بشن بهتر. اصلا میخوام بدونم تو که لالایی بلدی چرا خودت خوابت نمیبره؟ آخه ما سرمون درد نمیکنه بی خودی واسه چی دستمال ببندین؟ حرفا میزنی؟ الکی ده پس مرگ خوبه واسه همسایه؟ نه جونم اگه رضایت من شرط اول تو باید عروسی کنی بعد. الله اکبر چرا سنگ پیش پاش میندازی؟ ایوا پس تو بخوای بردل من بمونی بترشی؟ استغفر الله ربی. مردم هزار جور حرف در میارن. خدای نکرده ننگ رود میذارن ها. میگن لابد عیب و علتی داره که خوبش پشت عقب اونو انداخته جلو. نفهمیدم که ما دختریم که عیب و ننگ رومون بذارن. وقتی مردم بخوان عیب رو کسی بذارن دختر و پسر سرشون نمیشه. هاشا و لیلا که اول تو باید عروسی کنی بعد داشت. وصیت باباته. همین. بله. جهت اطرفشانی هم آماده باش. ببینم تو بار دو سنگرجه باید بزنم. برگرد. میزونه آره
سعی میزنه. میدونستم سعی یکی باشی تو میزون نباشم. تو چرا حرف میزنی؟ اگه من نیام شکو نداره جون شما. گم شما رو گل تو برده بیار. گل خریدنشو نگاه کن. این گله یا دنبال است. در وا کن. باشه بفرما من باش سرش. تو همینجا باش تا من برگردم. نیای تو فضولا. خوبه. بشینید لطفا. بخندید. خوبه؟ یه کمی زحمت میکنید. سلام. سکس بیشتر؟ اینطوری؟ خوبه؟ بالاتر؟ اینطوری خوبه؟ بکشید بالا بدین دست چپ. باید جنسی. از طرف مجلات اومدن که عکسمو واسه پشت جلد بندازن. یه روزم یکی از شومنای معروف اومد واسه تلویزیون با هم قرار داد بس. دیگه کارم داره گل میکنه آقا مهدی. مورد پرپر نشه. خدا توفیقت بده. انگار خوشحال نشدی. چرا؟ کلام بذارم بالاتر. مرگ تو از خوشحالی تو پوست نمی گنجه. خانم ممکنه لباستون رو عوض کنید یه لباس سکسی تر بپوشید؟ چشم همین الان. نگاه کن آرتیسه. اینجا. بله. راستش من اول فکر کردم اینا عکس میگیرن واسه گواهی نامه و عدم سوء پیشینه و این حرفا. نه تلویزیون و سینما و مجله و نه بابا ما تو خط این مدل نیستیم. رو جلد و ما پشت جلد. ایوا آقا مهدی. چی شد آقا مجیز؟ پول فلج رفته به باج. نه عصبانی هستی آقا چی شده؟ زنه تو سرکشه شده ما با شرط کنه میکنه ما تو شد بکس آقا مجیز چی شد؟ هیچی خیال نکنم ما و شیرین آبمون توی یه جوب بره. چطور؟ اون خط شما سباست عشقش به عکس لختی انداختن و تو روزنامه ها اسم در کردنه. که هرچه ما میخواستیم جاده رو واسه داشت دکترمون صاف بکنیم. حالا باز برم ببینم حاج خانم چی میگه. نه دیگه چی میخوای؟ باز که چپیدی تو همون بعد جلوی اهل محل. آخه اون دفعه که نذاشتی حنام رنگ بگیره. حاج خانم تو دیگه حنا پیش ما رنگی نداره. پاشو بیا این دفعه دیگه راستاسی کار واجبی باد دارم. مادر تو رو خدا دست بردار. تیمان کفری میکنه با به ارواح خاک آقام اگه نیای درو میشکنم میام تو. وا مگه زده به سره؟ نه همه کاراشو میخواد با قلدری پیش ببره. اومدم. اینم خونه. حالا بگو ببینم کار واجبت چیه؟ نه میخوام بدونم تو که هی میگی زن بگیر کسی رو واسه ما زیر سر گذاشتی یا کنار گود وایسادی میگی لنگش کن. کار واجبت همین بود؟ چه کاری واجب تر از این ننه؟ آخه زن کوش که بگیرم سر بازار ریخته. تو به من وکالت بده تا همین امروز واسه زن پیدا کنم. خیلی خوب تو وکیلم؟ آره میخوام بریم محضر. همین هما. کدوم هما؟ ایوا مگه چند تا هما داریم؟ همای خودمون دیگه دختر داییت. زگه ای والا ننه اون که بچه هست. کجاش بچه هست؟ والا اون اون یه الف دختر جونتو ننه. اون یه خروار خانوم ماشالله. تو به چشم خریداری ندیدی. صبر کن صداش کنم بیاد. هما جون قربونت یه دقیقه بیا. الان میام همه جون. خوب نگاش کن. سلام. و علیکم. بیا جلو عمه جون. چشم. خریداری آخه بله عمه جون. هیچی میخواستم اینم با دانشگاه و درس دانشگاه خوبه مشکل نی چرا؟ میگم حاج خانم چیزه یادم رفت بالاخره یادت میاد بله بایدم بیاد خب عمه جون
جون قربونه دستت برو اون ظرف آجیل بر. چشم همه جون. هما جون قربونه دستت برو اون ظرف آجیل بر. چشم همه جون. ایوا خدا مرگش غریبه نیست. چادر چیه؟ بفرمایید. مادر این چیه پشت پات چسبیده؟ این پات کجا؟ والا مثل اینکه آدم اون پای چپه. دلاشو مادر؟ ایوا گوشش عجب کلکی هستی آج خانم، دست چرچیل پشت بستی تو نمیری. مثل که چیزی نبود، چشم من عوضی دیده بود. یا چی؟ اون که بله که بله. همه جون اگه با من کاری ندارین میخوام برم دانشکده. برو مادر جون. صبر کن من خودم میرسونمه. پس اجازه بدی لباسمو عوض کنم و بیام. اشکالی نداره جونم، عوض کن. تو کجا مادر؟ والا اگه اجازه بدی میخوام برم این سر 20 صاحبمو بشورم و بیام. ای بابا تو هم که همش تو راه حمومی حاج خانم. هی میره. مدتیه که داشت دکترمون 2 تا پاشو کرده توی یک کفش میخواد عروسی بکنه. جدی؟ تو بمیری. من شما خبر نداشتیم؟ نخیر. بله ماشاءالله هزار ماشاءالله میخواد عروسی بکنه. بله نسبت. ولی ننمون میگفت که نکنه بهتره. ما گفتیم عروسی کنه بهتره. نه که نه اما که آره. پس که شما خوب و مهربونی. آره دیگه ما اینی. حالا خواستیم ببینیم نظر تو چیه؟ آره یا نه؟ والا پسرم اختیار من دست شماست. هرچی شما بفرمایید. آفرین خوشم اومد. خدایا با امید تو، خدایا خداوندا اگه باز میخواد میتی بیاد تا نمالیدم بیاد. بودو هم تا نمالیده. نمالیده باشه. نه آج خانم یه باز چشم ما رو دور دیدی پریدی تو همون سلسله بار گرفتی. نکنه آلرژی پیدا کردی نسبت به همون. توف به گور پدرت نیاد. دارم حنا میمارم. من نمیفهمم تو واسه چی میای همون. حوصله‌ام سر رفت. آخه چی کارم داری؟ خب موضوع چیه؟ موضوع چیه؟ با هما حرف زد. چشمم روشن. چشم و دلت روشن حاج خانم. جات خالی نباشه سربسته همه چی رو واسش گفتیم. البته اون فهمید ما چی میگیم، ما فهمیدیم اون چی میگه، اما جفتمون ولی نسبت خودمونو زدیم به نفهمی واسه این که یه بزرگتری مثل شما بیفته وسط قال قضیه رو بکنه. چشم حالا دیگه برو بذار برم به همومم برسم. چه میخوای به هموم برسی؟ آخه تو که نذاشتی برسم. خیلی خب برو برس. هی میره هموم ندیده. راستی حاج خانم بله دورت بگردم بیبی خورمالو بهش بگو از فردا دیگه نره دانشگاه. همینقدر که تا حالا درس خونده واسه چرخوندن زندگیمون بسه. خب دیگه فرمایشی نداری. با اجازه. بله باز چی میگی؟ دیدی از خود درخته. ما سلفم نکنیم. الله اکبر.
منو دل من تو پای مگه دریا شده تو سیر زندانی دیوان سراپا شده به محبت دل خوشه سوزانا سر کشه سر تا پا آتشه وای دل چرا اونجور شده عاشق شده پر شده رفته گم و گم شده خدا میدونه کجاست گرم کدوم ماجراست این دیگه دل نیست بلاست بلای جون دور و دسته عطا کافر رو به هم ریختن. کیا؟ عطا و برادراش دیگه. آره. پس شوجای پارسال امسال آدم شدم. یه تیله بزن با آقا مهدی بگو چند تا قبل حاضر کنه. یه تیله بزن بهش زهرا چند تا قبل. چه بوتانش میخوری؟ اگه تنت میخواره بگو ها؟ نوکر همتونم دستی رو میبوسم صورتتون رو میبوسم علی زوفر اشتباه کرد بابا من واسه گردگیری وقت بسیار است تو رو خود عجله نکنی بفرمایید بشینید آی بچه بیا خواهش میکنم بشین منو شرمنده نکن بیا بچه بس کو اینا که سفارش کردی اصلا خجالت بکش ببین آقا چی میخواد فوراً برو واسهشون تهیه کن داداش من نوکرتم این بچه است صغیره عقلش نمیره مهم نیست. خاک به سرت بکنن شیشه رو جلو آقایون میزنه میشکنی من شیشه هستم داداش اصلا معذرت میخوام همونطوری که گفتم نمیفهمه برو از هر غذا 4 پرس از هر میوه 4 ضرب از هر مشروب 4 بود خلاصه از هر چی که داریم 4 تا ورداره بیار پولش هم بده به حسابم برو ببینم بچه دو آتیشه بچه داداش به جای 2 آتیشه میگم 6 آتیشه‌اش کنم مگه ما نیومدیم کافر رو به هم بریزیم باب حالا وقتشه تا 3 شماره که شمردم همگی با هم دیگه میزا بر میگردن 1 2 اوها یک صورت حساب مامان واسهتون آوردم خواهش کنم 1421 قابلی تومن نداره اگه مایه پایه نداری دونگی بدینا باشین بریم باشین بفرمایید آقایون حراسل بفرمایید خواهش کنم میز خالی کنی واسه مؤدب تر از خودتون به هم میرسیم برو هم بخونو حالا زن نوبت هم میرسه از همون در روبرو بزن گاراژ 1420 تومن شیری تو کجاست؟ دفتره چی شد؟ دامشونو گوشتن رو کولشونو برو که رفتی خدا رو شکر که با یه تلفن پیدات کردم و الا خدا میدونه کار به کجا میکشید. بذار بیشینم پشت این دم و دستگاه ببینم این میز چیه که مردم اینقدر شوق و ذوقشو دارن. ببخشی ما حواسمون پرت شد میخواستیم یه چیز دیگه بهت بگیم بالاخره رفتی تلویزیون و جزو خانواده دیویس و این حرفا. خب کی کارت شروع میشه؟ هفته دیگه. عکست میره پشت جلد مجله ها و جنجال و تبلیغات و داد و فریاد و چک 1,000,000 تومانی و بعد اپلای ترقی یکی میری بالا. خب کی میره پشت جلد مجله؟ به نظرم از هفته دیگه شروع کنن فکرشو بکن. خدا جونم یه جا برنامه تلویزیون یه جا عکس و تبلیغات وای که چه شهرتی به هم میزنن. خدا توفیقت بده. تا حالا هر جا با هم میرفتیم همه تو رو به هم نشون میدادن و یواشکی میگفتن مهدی پاشنه تلاسو، اما بعد از این میگن اونی که همراه مهدی پاشنه تلاس خانم شیرینه. یه وقت هم دیدی گفتن اونی که با خانم شیرینه مهدی پاشنه تلاس.
ببینم تو عقده شهرت پیدا کردی، میخوای همه نشونت بدن ها؟ اما یه وقتم دیدی اصلا چیزی نگفتن، واسه این که دیگه کسی ما رو با هم نمیبینه. چرا؟ راستش اینه که دستمال ما رو ننه بند کرده، میخوایم همین روزا عروسی کنیم. نه این غیر ممکنه. واسه چی باورت نمیشه؟ نه ما به تو قول دادیم، نه این چند وقت خدا نکرده اتفاق میونمون افتاده که از هم خجالت بکشیم. پس تو رو به خیر و ما رو به سلامت. البته سلام علیکمون به جای خود محفوظ. علی مثل سابق تو دست و بالت هست، مثل امشب وجود ما لازم شد نوکرت هم هستیم، کارت رو را میندازیم. خیلی دلم میخواد با خوبی و خوشی از هم جدا بشیم، چون این چند مدت به هم عادت کردیم. به قول معروف، به قول امروزی ها، کسی هم ازمون پرسید میگیم همدیگر رو درک نکردیم. تو روی جلد و ما پشت جلد. خب دیگه قسمت ما این. امیدوارم خوشبخت بشی. قربون صفا. فقط میخوام یه خواهشی چیه؟ بکنم. بگو. میخوام آخرین آرزوی منو برآورده کنی. میخوام تو عروسیت بخونم و برقصم. خواهش میکنم منو دعوت کن. رو چشمم. به وقتش علی رو میفرستم دنبالت، افتخارمونه. اما منم یه چیزی میخوام بهت بگم. اگه میخوای مشهور بشی تو این راه گنده شدن باز خیلی زحمت بکشی. خب خدا پشت و پناهه. دعای خیر ما همیشه همراه. خدا بیامرزه داداشمو. هرچی خاک اونه عمر تو باشه. وقتی به دنیا اومدی گفت آبجی برو یه انگشتر ورد بیار دخترمو واسه یکی از پسرات نامزد کن. خود منم خیلی آرزو داشتم یه همچی روزی رو ببینم، علل خصوص که خودم بزرگت کردم. تو هم دختر سربرا و نجیبی هستی. میخوام ازت خواستگاری کنم عمه جون. خیلی ممنونم. بگو واسه کی؟ واسه آقا مهدی. ذوق زده شدی نه؟ منم وقتی مرحوم آقا اومد خواستگاریم از بس ذوق زده شدم مثل تو گریم گرفت. ایشالا به پای هم پیرشین. مهدی جوونه با عرضه‌ایه. محمود جون چه به موقع اومدی. به هما تبریک بگو، میخواد زن داداشت بشه. مبارک باشه. به تبریک میگم. جا داره تو هم بهش تبریک بگی، آخه اونم میخواد عروسی کنه. برو بهش تبریک بگو. داداشم به گردن من خیلی حق داره. به گردن منم همینطور. چطور این جوون مامونا؟ راجع به عروسی شما؟ دم حوزی هما بهت گفت ای کلک. آره حاج خانم افتاد سر قوز گفت مرغ یه پا داره، اول تو بعد داشت. ما هم گفتیم سر جون فدای یه تار موی داش محمود. ببین آره واسه که به مراد دلش برسه توق لعنت هم مینزیم به گردنمون. خیلی ممنونم داداش. بعدش هم نشستیم با حاج خانم اختلاط کردیم، هی من بگو اون بگو اون بگو من بگو، گفتیم کیو بگیریم کیو نگیریم. گفت کی بهتر از هما. دیدیم راست هم میگه، هما طفلکی یتیمه بی پدره، ممکن وقتی من تو زن گرفتیم قصه بخوره. گفتیم باشه هما رو میگیریم، هم ثواب دنیا رو ببریم هم آخرت. خب مبارکمون باشه داشتی، ما بمیریم خوب فکر کردیم. برای داداش مبارکتون باشه، خیلی خوبه. قربون تو، خیلی تشکر. غرض عرضم این بود که حالا دیگه نوبت توه. ببینم کسی رو زیر سر گذاشتی یا بگم حاج خانم واسه زیر سر بذاره؟ حاج خانم داره وا. نه داداش فعلا دست نگه دارین، من منصرف شدم. بی غیرت ما رو انداختی تو دغمسه، خودت منصرف شدی؟ جاده رو واسه صاف کردیم به تازون.
اینشالله به وقتش. هر جوری عشقته، خوش داری حالا به تازون، خوش داری بذار به وقتش به تازون. ما که ایشالله به امید خدا همین شب جمعه این هفته تا اونجایی که زورمون میرسه میتازونیم. چیکار کنیم دیگه؟ جاده رو صاف میکنیم واسه تو. نه ترس داشت دکتر، من اینجا. فرنگ رفته رو باش، قدشو برم. شما ها باشه، خیلی ممنون. بذاری عروسمو ببینم. ایوا از حالا اینو انداختی رو سرت، قلبت میگیره. قربونت برم الهی. امنه الهی خوشبخت بشی عمه جون، پای هم پیر شی. من برم به مهدی بگم چرا آقا دیر کرده و برگرد. اینشالله عروسی جفت شما هم خودم برای یه رقص حسابی میکنم. خانم والده با شما کار دارن. چی کار داره؟ بالا خونه هستن. بالا خونه خیلی خوب. حضیر کامه. حضیر کامه مونم. مادر جون توی آقا قربونت برم الهی. درد و بالا تو سرم باد ارکست بیاد، نوازنده بیاد و که آدم چند دفعه عروسی میکنه. مادر جون عروس پای سفره عقد خوش شد دورت که عروس بکردم. دلش واسه من تنگ شده. این قصه نیا تو مردمه. برو برو ده. خواهش میکنم بفرمایید آقا، بفرمایید. جان دلم شما بفرمایید. خیلی خوش اومدی. کارو حالا صدا نزنی ها. بفرمایید خواهش میکنم بفرمایید. علی زوقی. جان علی زوقی نوکرتم آقا مهدی، مبارکا باشه انشالله. بگو چش گوشتو وا کن. همین الان میری خونه شیرین خانم. بگو اون الان منتظره که بری بیاریش تو عروسی ما بخونه. برو ببینم. مبارکا باشه آقا مهدی. برش دار بیار. اینقدر نگو مبارکا باشه. باشم عروسی دیگه تو زاکم نزن. استغفرالله. پسر برو ورش بیار. مجلس لیموچه صفا نداره. برو بیاره. بمشو برو بیرون. حالا به حرف من رسیدی که گفتم آقا مهدی به دردت نمیخوره؟ دیدی اون همه صفا و گرنگی بهش نشون دادی، آخرش بهت پشت پا زد و رفت. بازم معرفت من، بازم صفت من که از تو یه سوزن محبت ندیدم ولی هنوزم همینطور به پاد نشستم. برو بیرون راحتم بذار. بچگی نکن تو، حالا دیگه باید درد من رفت از خونه بیرون. اینجا فقط منم و تو. آخه از من چی میخوای؟ همون چیزی رو که خیال داشتی دو دستی به آقا مهدی تقدیم کنی اما اون بهش توف کرد. خب مگه فرقی میکنه؟ حالا خیال کن من آقا مهدی ام. خودتو با اون مقایسه نکن نامرد. یه موی اون بهتر تو نیست. پس دیگه هر برای بهترت بیاد. من نمیتونی در بری. بیچاره چقدر باید انتظار بکشم؟ اونم انتظار جینا لولو رو سان فرانسیسکو.
زشته شاد زمانی علی زاغی برو تو این عطا اینجا چیکار میکرد؟ چرا صورتش خونین و مالی بود؟ ما چه نفهمیم شیره خانم مدل پشت جلده کشتنش نکنه خوابه بذار بینم شیره خانم نه مثلا ست را راحت کنم بابا با تو جا مفت داره شیره خانم شیری خانم داره میمیره حتی اونو وقت کش کتک زده زبونم لال ممکنه بمیره آقا مکی باور کنی حالش خراب نمیدونی ما چه حال و روزی رسوندمش مریض خونه مدتی که بیهوش بود حالم که به هوش اومده همه شما رو میخوام نگفتی به هوش خانم بله بفرمایید میتونه حرف بزنه خیلی ممنون چطوری؟ خدا رو شکر فکر نمی کردم عمرم کفاف بده که بازم تو رو ببینم این حرفا چیه؟ میدونی که این آره علی همه چی رو برام گفته تو آروم باش میدونم چی کارش کنم آقا مهدی چیه جونم؟ عروسیت مبارک زنده باشی من که لیاقتشو نداشتم خوش به حال هما خودتون ناراحت نکن شیرین نه میدونی چرا خواستم که بیای اینجا خب آره فقط میخواستم بهت بگم دوست دارم نوشدارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی حیف که دیر گفتی حالا آروم باش تا خوب بشی داری میری؟ آره یه کاری هست که باید برم انجام بدم آقا مهدی خودتو تو دردسر ننداز بفرمایید خیالت راحت باشه درد سر مال مرده چه فرمایشی دارین سرکار؟ یه بازجویی مختصر راجع به زاربه از کلانتری اومدین؟ بله بفرمایید چیه؟ چرا خفه خون گرفتی؟ حرف تو بزن لدر به در دنبال عطا میگرده ممکن الان سر کلش پیدا بشی از کجا میدونه من اینجام؟ اون مخش کار میکنه اما باز دیوونه باشه که این طرفا پیداش بشه ممکنه بیا عطا! اوخی کجای عطا؟ چی کار کنیم؟ تو برون پشت من برون بغل تو برون طرف آقا که جون علی زاغی شما خودت خرج نکن من هستم چرا مثل موش رفتی تو سوراخ؟ اگه مردی خودتو آفتابی کن نگاش کن چته؟ چه مرگته؟ آقا سردم اگه میترسی راه تو بکش برو پیکارت چه آقا همین الان کجا؟ نمیگم کجا چی میخوای؟ خودت میدونی اون یه قاتل ازش حمایت نکن ولش کن ببریمش اگه میتونی بیا ببرش گفتم که ما 4 نفریم اگه اون 3 تا دیگه‌تون مثل تو باشن فقط میتونی زنا رو بزنی
آدم شدی؟ علی تموم شد آقا متین. خسته نباشی. برنامه تربیتی ما هم تموم شد. امروز چند هزار تا رو به سر ما زدیم. خوشم یا اومد. بیمارستان همه فول این هوا. جاتون حرکت نکنید. بیا حرکت. پلیس اومد. آره سلام جان. برو نکن. اون یکی هم همینطور. خب جریان چی بوده؟ برقون انبار تلفن کرد که اینجا زد و خورد شده. میتونین توضیح بدین؟ بله جان فرما. یکی نامرتره. همینجا مواظب همه جا باشین. سرکار به جون خودم عین واقعیت گفتم. ولی میخوای باور کن میخوای باور نکن. به جون خودم. اون ختم نامرداست. از همشون نالوتی تره. علی ذوقی نوکر تا یکیه. متاسفانه اون مرده. کشتینش. را بیافتین. کشتینش؟ گریه نکن حاج خانم. درسته که خون سگ افتاده گردنمون، اما بوسکریم خودش میدونه که من سگ کش نیستم. دست خودم نیست ننه، پس کی تکلیف روشن میشه؟ عمه جون آفتاب زیر ابر نمیمونه، بالاخره همه چی روشن میشه. 2 وکیل واسه گرفتم. مطمئن باش به زودی کارا رو برام میشه. قربون قدر داشت دکتر، برشون دار برو برس به خونواده. مرد خونه بعد از من تویی. دیگه هم نمیخوام بیاین ملاقاتی من. اصلا حاج خانم برو زیارت کن دلت باشه. واقعا خیال دارم برم دست به دامن حضرت معصومه بشم، بلکه از این بم نجات پیدا کنی. قربون صفات برو به سلامت. خداحافظ مادر. خیر پیش خوش اومدی. ببین حاج خانم جونم. 30-40 تا قطی سموم بیار بین همکارای اداریم تخص کنم. برو قربونت برم الهی. به سلامت. خدا. اون آشش برو تا نرفته تو پودو. آقا مهدی سلام حاج خانم. سلام های دکتر چاکرم. آقا مهدی هم که الحمدلله افتاد تو حبس. علی سرت کنن ذوق من میکنی؟ چیز بدی گفتم خب افتاده تو حبس. بیا مادر روحش معلومه. کی از مریض خونه در اومدی؟ دیروز از بیمارستان یه سر اومدم اینجا ولی رام نبودم. قربون صفات آخه ملاقاتی جمعه است و امروز. آره متوجه شدم، الحمدلله رنگ و روت هم جا اومده، لپات برق میزنه. ولی کاش که از ته دلم خبر داشتی. چرا باید من باعث گرفتاری تو بشم؟ دیده اشک تو آسینت بود دختر. ناراحت نباش، ما کلی واسه خانوادمون روزه خوندیم و نصیحتشون کردیم. کاری نکن که واسه تو هم شروع کنی. کاش که چشمام کور میشد و تو رو پشت میله های زندان نمیدید. خدا نکنه این حرفا چیه؟ چش دشمنت کور بشه. سلام علیکم. علیک سلام. علی ذوقی چطوری؟ بنده ایم آقا مهدی. تو دیگه بغض نکن تو رو خدا، بعد ترکیب میشی. ذوقت کجا رفته پسر؟ ذوقمون کور شد آقا مهدی. بی خود کرد. ببینم تو به کارخونه سر میزنی یا گرفتار کاباره ای؟ هم کارخونه هم کاباره. اما البته این چند روزا شری خانم بیمارستان بودن و ما هم دنبال کار ایشون. خیلی خوب، فعلا به کارخونه برس. فروش شب جمعه هم بگیر، وقتی حساب کردی بده به کارگرا. بیچاره‌ها خیلی زحمت کشیدن، جمعه همگی اومده بودن ملاقاتی. میگم که بی جلو هوای شیرینم داشته باش، نزا غمم کو؟ چشم آقا مهدی.
دیگه دکتر جون، تو عادت نداری اینقدر نخور کله پا میشی. گارسون یکی از اینا میاد. نمیخواد گارسون. فکر خیال بدجوری نرفتن کرده علی چون این تسکینه میده. گارسون نمیخواد بابا بلش من. اومدی خونه استراحت کنی. اصلا رفت کجا؟ خونه دیگه. حاج خانمم نیست، خونه تنها. منم که اینجا گرفتارم، اگرم میرسونمت خونه که تو را تحترم نکنی دکتر جون. راحت بشالم خیلی باشه راحت. قربون تو. بلند شو لند و حبونم و چابون کردی هیچ میگه خاک برسر. بگی دلایی راحت. تو که هنوز را نیفتاده تصور کردی دکتر جون، یواشتر برو. خدا مرگم بده. چتونه محمود آقا؟ بذاری من کمکتون کنم. حالتون خوب نیست؟ بلنشین استراحت کنید. پوشین دیگه. یواش. استراحت کنید، بخوابید. چرا گریه میکنی؟ چرا چمدوناتو میبندی؟ با تو هم حرف بزن. چی بگم؟ اصلا چرا از من میپرسی؟ از خودت بپرس. چی از خودم بپرسم؟ تعجب نکن، من اینقدر منگم که هیچی حالیم نیست. راستش دیشب رفتم کافه پیش علی و برای اولین بار ودکا خوردم. انگاری خوردم زیادی خوردم، چون دیگه بعدش نمیدونم چی شد. اصلا نمیدونم چطوری اومدم خونه. مست سیاه مست اومدی رو پات بند نبودی. من کمکت کردم که بری تو اتاق. اون وقت این خب بعد تو مگه هنوزم مستی؟ دیگه انتظار داری چی بگم؟ اون اتفاقی که نباید بیفته افتاد. سب کن، کجا داری میری؟ سب کنم که چی بشه؟ خیال میکنی معجزه اتفاق میفته و این لکه این انگو از دامنم پاک میکنه؟ نه من دیگه توی این خونه جام نیست. واسه اینکه نروم میشه به چشمه آقا مهدی نگاه کنم، نه قدرت دارم جواب عمه رو بدم. اصلا شاید بهتر باشه که برم خودم رو سر به نیست کنم. نه حرفشم نزن، این راش نیست. پس راش چیه؟ شناسنامه‌تو بده تا برم واسط گذرنامه بگیرم. باید پیش از اینکه داداشم آزاد بشه بریم فرانسه و همونجا با هم دیگه عروسی کنیم. بفهمید
علیکم آقای بازپرس. سلام. نوکرتم، اجازه میدین ما مهر بیایم؟ راجب چی؟ با اجازه شما مهدی پاشنه‌دلا کشکی گرفتار شده واسه اینکه عطا رو ما کشتیم. عجب نه. ما کارتیش کردیم آقای بازپرس. چشمتون روز بعد نمیدید به جون آقای بازپرس نباشه خودم و دست خودم کفن کردم اگه بخوام دروغ بگم. من با همین دوتا آره تازه یادم اومد با همین دوتا دستام خفش کردم. معلوم میشه این آقای پاشنه‌طلا میون رفقاش خیلی محبوبیت داره، چون این آقایونم قبل از شما همه همین حرفا زدن. آقایون؟ بله. به جمال همه آقایون گلبارون. ساکت، اجازه بده آقا. ولی بد نیست به اطلاع همتون برسونم که پلیس قاتل اصلی رو دستگیر کرده و از دوست عزیز شما رفع اتهام. سلام. علیکم. تو اینجا چی کار میکنی؟ والا باز چی کار کردی اکبر؟ قتل. چی؟ قتل؟ بله آقا مهدی، عطا رو من کشتم. تو عطا رو کشتی؟ برای چی؟ من مشتشو پیش شما وا کرده بودم، اونم میخواست منو لو بده. آخه واسه چی؟ شرمندم آقا مهدی، جریان تصادف پدرش این خانم اون عمدی بود. به دستور عطاها؟ آره. بس هر چی میکشی حقته. برو. آقا مهدی، من زن و بچه‌مو به جوان مردی شما میسپرم. خود دانی. خب سرکار، باز ما رو ببخشید. اختیار دارین آقا مهدی، ایشالا دیگه اینجا پیداتون نشه. قربون تو. قربون شما. مرمت زیاد. خداحافظ. بابا خدا مرگم بده. بابا خانوم جانینا. بابا یا سلام از ماست. شما که بی سلام عزیزی. مرسی. بهتون خبر دارن که ما آزاد شدیم؟ نخیر. بله، بیگناهی ما ثابت شد و به قول معروف روسیاییمون واسه زغال سیاه. ما کلی به شما بدهکاریم بابا خانوم. ایوان نفرمایی. چرا؟ فرمودنی رو باز فرمود. بل نسبت ما که آدم نفهمی نیستیم. عقل و شعورمون میرسه که وقتی یه دختر نجیب و بزرگوار مثل تو نشست پای سفره عقد و عقد صورت نگرفت، واسش کلی کنفتی داره و پیش دوست و دشمن سرشکسته میشه. اما بهت قول میدیم که من بعد تلافی کنی. ایشالا چنون شوهر درجه یکی واسط میشم که به خوابم نهیده باشی. رقم به رقم خوشبختی های رنگ و رنگ واسط فراهم میکنم. سر تا پا تو طلا میگیرم. اگه خدایی نکرده یه سردرد خشک و خالی بگیری یا 10 تا دکتر بالا سرت میارم. خیال نکنی میخوام منت سرت بذارم. نه، هزار ماشالله خودت هم لیاقتشو داری، یعنی جوهرشو داری. بزرگترین سرمایه رو به خونه من میاری. سرمایه که هر زنی داشته باشه تاج سر مردشه. نجابت، پاکدومنی، عفت، همه‌ش رو تو داری. چی شد بابا خانم؟ کجا رفتی؟ بابا! یعنی چی؟ بابا! بابا کجا میری؟ کنید آقا مهدی، تو رو خودم ولم کنید، بذارید به حال خودم
چه؟ به من بگو چی شده دختر؟ هیچی از من ناراحتی؟ حاج خانم چیزی گفته؟ نمیتونم بگم آخه چجوری بگم استغفرالله سرمو میزنم به دیوار مصبا. اگه کسی باید سرشو به دیوار بزنه اون منم شما خیلی خوبی اما من لیاقت شما رو ندارم من دیگه اون سرمایه رو ندارم کاش میمردم و این کار کنم بهش گفتم. فقط بگو کار کی بوده. گفتم بگو کار کی بوده. کدوم بیابرو این کار کرده؟ کدوم بیشرفی؟ کدوم نامردی؟ بدش کن. تو میدونی؟ پرسیدم تو میدونی؟ ای کاش مرده بودم. خدا من از کار تو بوده. این نامرد بی عاطفه بی معرفت. چرا نمک به هرو؟ چرا صدای اون همه خوبیشو بهتر چی؟ از تو هم توف به روت بیاد. با چه خون دلی بزرگت کردم. با چه افتخاری اسم تو صدا می کردم. داشت دکتر نمیدونستم مار تو آسینم پرورش میدم. حیف از اون درس و مدرسه و دانشگاه. گفتم برادرم نور چشمم درس میخونه دکتر میشه و به درد دل مردم بینوا میرسه. به دستای شکسته و پشتای خمیده مردم شفا میده. نمیدونستم اینقدر نامرد میشه کمر برادرشو میشکونه و پشتشو خم میکنه. ای خدا برم به کی بگم؟ ای کاش به جای همه درسایی که خوندی یه جو درس آدمیت و شرافت میخوندی. ای کاش دکتر نمیشدی اما آدم میشدی. مبارکتون باشه.